بریم ضبط. بله. من امروز داشتم این کتاب میخوندم، اومدم بهتون بگم که شما تا حالا این کتاب خوندین. این کتاب رمان بزرگ علویه که در چاپ اولش در سال 1331 بوده. در مورد یک نقاش بزرگ به نام استاد ماکانه که یک تابلو بزرگی رو میکشه از چشمان یک زن به نام چشمهایش که هیچ کدوم از شاگردان اون استاد در واقع از وجود این زن توی زندگی استاد خبر نداشتن. برای همین کنجکاو میشن و دنبال اون زن میگردن. در واقع فرنگیس زنی هستش که اون چشم‌ها متعلق به اونه. البته در اول و ابتدای کار فرنگیس انکار میکنه که اون چشم‌ها متعلق به اونه، ولی بعد از رازی که در دل یک عاشقانه زیبا در قبل از جنگ جهانی دوم اتفاق میفته برای ما برملا میکنه. شما میدونید اون راز چیه؟ برای من کامنت کنید. در ضمن اگه کسی این کتاب بهتون هدیه داده میخواسته بگه خیلی دوستتون داره.